استاد گرامی ما آقای مهربانو ایسایبه در اینجا حضور دارند. با چند گفتنی خواهش میکنیم یک روی صحنه زیبا بیاین به خاطر استاد گرامی ما. و تاجیکستان ما را پیش از همه از فرهنگش دنیا شناخت. نپرسیده زیما زادن ما را، نصیب زندگی دادن ما را. برای خیش تا راه بجوییم سری دراه بنهادن ما را. این روزی که ما در اینجا در نزد یکدیگر شاهد آن می باشیم که با خطهای زرین این چیز باید نوشته شود که این کشاده شوی مکتب، یعنی خوانش، دانش، دانستن. این مجسمه ای که به این خیلی شخص بسیار هم عزیز در این سرزمین به دنیا آمده است. این آثارخانه گپ وی بنی که حالی آثارخانه چیزش کم است. خودی همین کلمه آثارخانه ساختن شما حالی میبینید که چقدر مخلصان برای این آثارخانه چیزهایی که نمی بیارن و جای نمی شود که آن را جایگیر کنید. و من امروز که در این جوانی این که صحیفه بهترینی باز تاریخ فیض‌آباد رو علم خلق شدن میخوام که یک کفکو بکنید و هم شخصانی که برای ساختن همین چیزها از دل خودشون، از صمیمیتشون هیچ چیز رو دریغ نداشتن. شمایان هم علاقه در حیات زنده و مجسم هستید برای ملت خودتون. اینجا قیام‌الدین تنها هنرمند نبود، وی دهقان بود، وی سازنده بود، وی راننده محاکمه کرده. بعد گفته که برای چی سبب؟ گفته که میرم ایستوی من تگی پاش با میکشد چی کار کند اگر همین آمان پسر قاضی کلام بود. یکی از دهنش بر آمده. بعد ارتیستای اتفاقی سریتی محمد جان قاسموف، توفخان فاضل و خیلی صافی توی بوی و اینها. بعد خندیده گفته که ها اکنون جزای شما دادیم در صحنه. خیلی اکنون قریب گریه کرده گفته که من آزاد کنید تو من دیگر نمیبرایم. و که تکلیف میکنید همین نقش بود بسیار نقش اکنون همه طرفه به قوت. خیلی ارتیست اتفاق سویتی اصلی برخانوف بازی کرد خیر. و گفته که همین قیام‌الدین چقلوفه همه حیران برای چه قیام‌الدین چقلوف و وی جوانی نو آمده از تیاتر و هنرمندای بسیار هم کلانسال و بقوت هستند. نگفت از من همین جوان و باوری دارم وی از من هم میگذراند. یک کفکو بکنیم به همین خیلی استادا. و همین خیلی باز دیدیم قلعه پامیر بایم رفتیم یکون جا نموند. باز یک نقش دیگری که در صحنه همراه قیام‌الدین بازی کردم. شما هم در تلویزیون دیدیتون این پارچه مردها نمیگیرید. نقش قمیش ارمان قمیش به برآمد میکرد. سالهای جنگ من نقش مادر بودم. همین قدر هم نقشش زور بازی کرده که همون لحظه ای که من ناگهان تماشا کردم و بعد دیدم که وقتی که من از گریبان قمیش میگیرم وی همین خیلی من به نگاه کرد و همین خیلی میرهن جان گفت که من خندم آمد. اونجا فاجعه من خندم آمد. بعد سرم کتفش بمونده خیلی کتفام جموندم که گریه کردم. دیدید هنرمند چیست؟ در کدام حالت ها می شود و از کدام حالت ها باز می براید. قیام‌الدین چقلوف برای همه عبرت است. تمام کار عائله داریش، فرزندداری، خانه آباد کردنش
زمین های سنگلاخ گرفته در آنجا گندم و نخود میکارید و نهایت یک قهرمانی کلانی قیامالدین چقل در اون است که وی سالهای پیش حاضر چخلی مشروط و تاکسی و همه چی است خصوصا با سالهای جنگ برادرکش قیامالدین چقل دیر نمیماند به کار از همین جا پیاده می سواره می علاقه می آمد تیاتر بود بینید وفاداری صادقه بینید و این خیلی شخصیت ها برای همه ما عبرت است برای این مکتب انامین همه اون کسب و هنری که وی دارد و همه جا با این کسب و هنر برای اویله و آدمان بخشیده است این عبرتی که برای همین ارزنده است که مجسمهش را در اینجا گذاشتید و مجسمه دل ما مجسمه فرهنگ می باشد و نهایت همین را گفتنی هستم که می بخشیدم کمتر زیادتر گفته شدیم وقتی که ما گسترولی میده یک بار یوان رفتیم که وقتی پختچینی بود اونجا 5 تا سرخاز بود گفتن که پختچینا خونشون به می بیاد خوراکشون هم میخورن بعد ساعتهای 10-11 سپیکتاکل سر میشد کلوبی تابستان بعد بعد چیکار کنیم خیلی خوردیم ایستادیم بعد آقای طاهری اون وقت زنده بودن قیامالدین چقل بعد ما جمع میشدیم گردیم اونو بیو بعد ویو همین هرچی نقل میکردن ما میخندیدیم و قیامالدین چقلوف لیانید ایلیچ بریژنیف میشد همین خیلی بریژنیف تقلید میکرد اکنون خواهی نخواهی میگلی یکی من به نگاه کردم گفت که اندیرا گاندی همون بچه همون انتظار نبودن ده خیلی همه مردای وی کردن و یکی اندیرا گاندی بینید ما چخیل علاقه دیده ایستاده ایم قیامالدین و زنده است در بر ما است همیشه با ما می باشد سالها گذشت این زمانه های نقص دولتی نوبنیاد برسیدیم قیامالدین باز از راه دور و نزدیک مانده شدگی می از دهقانی می از خانداری می وقتی در حیات همه چیز می شد باز می آمد تئاتر یک روز همین خیلی شد که قیامالدین دیر کرد ما هر سه شنبه جمع آمد داریم بعد لطفلا دولت دیرکتر بود بعد نگاه کرد و گفت که تو برای چی دیر موندی؟ همه خاموش قیامالدین جان همین میدر اومدن همینجا یک تا جا بود اونجا به خاک سارانه میشت بعد گفت که چی کار کنم از مخلصا روز نیست گفت چه خیلی مخلصان خیلی مخلصا میبینن سلام میکنن و یا کتی گپ زدن در کارگاه همین دیر کردم عذر و گفت که این فقط تو مخلص داری این گفت که مخلص همین مرچه ها هم گفت مخلصی من بینه در بزرگی قیامالدین بینه مرچه ها گفت مخلصی من خودی همین سخن جواب همه چیز می باشد همین فیض‌آباد کوتاه گویم سال 43 پدری من کاتب رایکم شدند من صنف 1 و 2 همینجا خوندگی خواهر خردی من همینجا تولد شد سبا جان من این اپای دویوم من محرم جان نامشون محرم جان این کس دختری من خواهری من عزیزی من می باشد و بینید که دوست مراد علی یکی از شاگردم اولین توی جانم بعد توی با بردم دوست مرادم بعد دوست مراد میگفت که استاد بزرگ شما میدونید من این در خویجان اینقدر مخلصا دارم این روی خط بینید چخیل من توی به دعوت میکنم برای وی یگان ناحیه وجود نداشت همه دوست میداشت دوست مراد را این زمین فیض‌آباد باز یک شاعر جهانی که بازار صابر نام دارد در همین سرزمین تولد شده است شما اینقدر ملت خوشبخت مردم خوشبخت هستید همین فیض‌آباد و تاجیکستان و دولت تاجیکان و دنیا آورده الهی نم تا دنیا باشد شما باشید
و یک مصرع شعر خواندنی هستم. ما بسیار عذاب میکشیم، هنرمندان، شاعران و حافظان و دیگر و من یک شعر دارم، آن شعر کردی، اینم شعری لایق است. تا بر لب من آه شررباری هست، بر ساز شکسته دلم تاری هست. درهای امید را گر بربستم، تا مرگ بود رخنه دیواری هست. مبارزه است و به پیش رفتن است. تشکر. خواهر که من سراغی آوازی بلند چند روز پیش مادر عزیز به سینی 86 در اومدن. یک قرص برای خیلی چند روز پیش در خیلی شما مادر صحنه توجید سرور من همه